به نام خدا. سلام به شما بینندگان عزیز، پارسا صابری هستم و امیدوارم که از ویدیوی من خوشتون بیاد. خب برنامه امروز ما اینه که بهتون یاد بدیم که چگونه در گوگل ویدیو بگذاریم. شما 100% یه چیزهایی رو در گوگل سرچ کردید و اومده نمیدونم میخواستید موسیقی دانلود کنید، عکس ببینید یا ویدیو ببینید یا دانلود کنید، حالا هرچی، و اون چیز برای شما اومده و شما حتما این سوال براتون پیش اومده که این ویدیوها و عکس‌ها رو چگونه در گوگل میگذارن، چه کارش سخته راحته. خب ما امروز میخوایم همین کار رو به شما یاد بدیم. حالا ما میریم توی گوگل. حالا من که مرورگردانم، حالا شما گوگل یا مرورگردانی فرقی نمیکنه، میزنیم صبر میکنیم تا بیاد. خیلی خوب، اینجا برای خودمون سرچ میکنیم آپارات. خب میزنیم، یکم صبر میکنیم. خیلی خوب، الان اومدش. همین اولی به شکل آبی نوشته شده آپارات، روشو میزنیم. بازم کمی صبر میکنیم. خب اینا رو کار نداریم. اون بالا سمت چپ رو میبینید، اونجایی که انگار شبیه عکس یا آدمه یا همون مخاطب، روشو میزنیم. خیلی خوب، حالا شما اینجا رو میبینید، این صفحه خود منه. اول چون صفحه منه دیگه، چون من شماره موبایلم و ایمیلم و اینا رو دادم دیگه، از من این سوالا رو نمیپرسه. به شما میگه که یا شماره موبایل یا ایمیلتون رو بدین. حالا اگر دوست نداشتین ایمیلتون رو بدین، شماره موبایلتون رو میدین، یا همین کار برعکس. بعد اسم خودتونم، نام کاربری هم بعد برای خودتون انتخاب کنید. میتونید همه اونها باید به صورت لاتین باشه، لاتین تایپ کنید، یعنی اینکه به صورت انگلیسی باید بنویسیم و همه حروفاشون هم باید کوچیک باشه و خط فاصله هم اصلا نباید بذارین. این یکی رو به عنوان مثال دارم میگم. مثلا شما وقتی میخواین بنویسین پدر و مادر، پدر رو مینویسید، یه خط فاصله میذارید و یه خط فاصله دیگه بعدش هم تمام. اینجا خط فاصله نباید بذارید چون قبول نمیکنه. اگرم گفت این نام کاربری قبلا انتخاب شده است، یه چیزی مثلا اضافه میکنید، یه کوچکی، یه بزرگی، یه زیبایی چیزی اضافه میکنید و بعد میزنید بارگذاری ویدیو. وقتی که همین بارگذاری ویدیو که اینجا میبینید و وقتی روی اون زدید، هر ویدیویی که خواستید رو میتونید بذارید و بقیه بتونن ببینن. و اگر در گوگل بذارید، در آپارات هم در آپارات هم میتونین ببینن. خب امیدوارم که از ویدیوی من خوشتون اومده باشه. لطفا ویدیوهای من رو در گوگل، آپارات و یوتیوب لایک کنید، من رو دنبال کنید. اگر درخواستی داشتید برای من کامنت کنید، بفرستید تا من همون ویدیو براتون بفرستم. و تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.